زنهای خودنما، سوال به شما: آیا میدونید که با این خودنمایی کی رو خوشنود میکنید و کی رو غضبناک میکنید؟ این معلوم است که شیطان و مردان فاسق چشمچران را خوشنود میکنید، اما خدا و آفریدگار خود را ناراض و غضبناک میکنید. زیرا خداوند چنین بی‌حجابی و بی‌شرمی را دوست نمی‌دارد. و آیا می‌دانید که شما با این خودنمایی بدترین زنان عالم هستید؟ پیامبر خدا شما را چنین معرفی کرده اند. من از پیش خود چیزی نمیگویم. در روایت بیهقی آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر عباد می‌فرماید: و شر نسائکم المتبرجات، یعنی بدترین زنان شما کسانی هستند که خود را به نمایش می‌گذارند، زیبایی هایشان را برای مردان بیگانه نشان می‌دهند. در روایت مسلم آمده است که چنین زنان داخل جنت نمی‌شوند و حتی بوی جنت هم در مشامشان نمی‌رسد. پس ای خواهران عزیز، به خاطر دنیای دوروزه، به خاطر مردان فاسق چشمچران، خدا و آفریدگار خود را ناراض و غضبناک نکنید. قسم به ذات الله که این نوارهای شما در روز قیامت درد سرتان می شود. چرا شما نمی فهمید؟